بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هموطنان عزیز و ارجمند، سلام، طاعات شما مورد قبول درگاه الهی. به این بخش خبری خوش آمدید. آغاز موج 26 عملیات وعده صادق 4 با رمز مقدس یا حیدر کرار. روابط عمومی سپاه اعلام کرد تا یک عملیات ترکیبی پهپادی موشکی با رمز مقدس یا حیدر کرار اهدافی در شمال تا جنوب سرزمین‌های اشغالی با موشک‌های نسل جدید عماد، قدر و چند کلاهکی خیبر مورد اصابت دقیق قرار گرفتند. با توجه به از بین رفتن سامانه‌های راداری دشمن طی موج‌های قبلی، زدن اهداف بسیار ساده‌تر شده است و به توفیق الهی تمامی موشک‌های شلیک شده به هدف تعیین شده اصابت می‌کنند. رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت عملیات دفاعی ایران منحصراً علیه اهداف و امکاناتی است که منشأ و مبدأ اقدامات تجاوزکارانه علیه ملت ایران است و ما آنها را اهداف مشروع خود می‌دانیم. رئیس جمهور تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران بر حفظ و تداوم روابط دوستانه با دولت‌های منطقه بر مبنای حسن همجواری و احترام متقابل به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی همواره تأکید دارد، اما این امر نافی حق ذاتی ایران برای دفاع از خود در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست. آقای پزشکیان تصریح کرد ما به کشورهای دوست و همسایه خود حمله نکردیم، بلکه پایگاه‌ها، تأسیسات و امکانات نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار دادیم. در اسناد و حقوق بین الملل حق دفاع مشروع برای کشور مورد تجاوز امری مشروع و مورد تأکید است. رئیس قوه قضاییه و عضو شورای موقت اصل 111 قانون اساسی گفت شواهد نیروهای مسلح ایران نشان می‌دهد جغرافیای برخی کشورهای منطقه آشکارا و نهان در اختیار دشمن است و از آن نقاط علیه کشور ما در تجاوز استفاده می‌شود. آقای محسنی اژه‌ای افزود حملات شدید به این اهداف ادامه خواهد داشت و این راهبرد همکنون در حال اجراست و دولت و دیگر ارکان نظام متفق القولند. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ همواره حسن همجواری و احترام همسایگان را نگه داشته و در بسیاری از سوانح و حوادث به یاری آنها شتافته است، لکن این امری بدیهی و یک اصل ثابت است: ایران به کسی که به ما تعدی نکرده ضربه نخواهد زد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت جمهوری اسلامی ایران منافع و حاکمیت ملی کشورهای همسایه را محترم می‌داند، اما هر نقطه‌ای که مبدأ تجاوز علیه ایران باشد هدفی مشروع بوده و در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی هرگز هیچ کوتاه آمدنی در کار نخواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. جمهوری اسلامی ایران منافع و حاکمیت ملی کشورهای همسایه را محترم دانسته و تاکنون هیچ تعرضی به آنها نداشته است. هر نقطه‌ای که مبدأ تجاوز علیه ایران باشد هدفی مشروع بوده و در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی هرگز کوتاه آمدنی در کار نخواهد بود. کشورهایی که فضا و امکانات در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار ندادند تا به این لحظه هدف ما نبوده و از این پس هم هدف نیستند، اما تمام پایگاه‌هایی که مبدأ تجاوز علیه ایران جان باشند همانند قبل در زمین، دریا و فضا مورد اصابت سنگین قرار خواهند گرفت. به صراحت میگوییم زدیم و نابودشان کردیم تا عبرتی باشد برای هر کسی که به ملت ما تعرضی کند و بدانید از حالا به بعد هر آنچه که به نام دشمن مجدد و مشابه این پایگاه‌ها، تأسیسات و تجهیزات ساخته شود با ضربات کوبنده دوباره و دوباره نابود خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران از اسکورت نفتکش‌ها و ادعای حضور نیروهای آمریکا برای عبور از تنگه هرمز به شدت استقبال می‌کند
و انتظار آنها را می‌کشد. توصیه می‌کنیم قبل از هر تصمیم آمریکایی‌ها آتش گرفتن سوپرتانکر بریجتون در سال 1366 و نفتکش‌هایی که اخیراً هدف قرار گرفتن را به یاد آورند. در این نبرد بعد از ورود عمودی به منطقه هیچ تضمینی نیست که خروج شما نیز عمودی باشد. این موضوع درباره کشتی‌هایتان نیز وجود دارد، با این تفاوت که ممکن است به صورت شناور قصد ورود داشته باشید، اما هیچ بعید نیست که به صورت عمودی در قعر خلیج فارس فرو نروید. A reminder to the corrupted island man. The ground and the map of the war is in our hands. This will continue. وزیر آموزش و پرورش گفت کلاس‌های مجازی در بستر شاه تا 28 اسفند ماه ادامه دارد. همچنین مقرر شد بسته‌های آموزشی به صورت بدون نیاز به اینترنت در اختیار مراکز آموزشی قرار گیرد. ما مدارس رو انشاءالله به صورت مجازی تا 28 اسفند ادامه خواهیم داد و همینجا جا داره که از مدیران مدارس و معلمان عزیز و بزرگواری که در این شرایط شاید بهترین کمک و کاری که ما میتونیم انجام بدیم همین به هر حال فعالیت در فضای مجازی و استمرار آموزشه که هم در قالب شبکه شاد و هم در بستر مدرسه تلویزیونی ایران دنبال خواهد شد. البته ما سناریوهای دیگری رو هم آماده کردیم که اگر یه وقت آموزش در بستر فضای مجازی هم استمرار پیدا نکنه به صورت آفلاین بسته‌های آموزشی رو آماده کردیم و انشالله در اختیار مدارس قرار خواهیم داد تا مدارس در اختیار دانش آموزان و والدین قرار بدن انشالله. ما توصیه کردیم به مدیران مدارس که مدارس رو تبدیل بکنن به کانون‌های اصلی مقاومت در محلات و مناطق و تبدیل بشه به کانون‌های تبلیغی، ترویجی و به هر حال پشتیبانی جنگ ما در هر محله و منطقه‌ای که هست و هر گونه که لازم باشه ما از ظرفیت مدارس در پشتیبانی از در واقع این تجاوز وحشیانه استفاده خواهیم کرد. مراسم هفتمین روز شهادت امام شهید امت امشب از ساعت 19:30 در مساجد و میادین سراسر کشور برگزار می شود. دیشب هم مردم همیشه در صحنه پرشورتر از شب‌های گذشته به میدان آمدند. و این خروش ملتی که برای خونخواهی رهبر شهیدشان به میدان آمدند. برای انتقام خون رهبر شهیدشان به پا خواستند. الحمدلله خون حضرت آقا طوری جوشیده که ملت در برابر استکبار تا وقتی که به طور کامل نابود نشه ادامه میدن این حرکت خودجوش رو. ما برای انتقام خون رهبرمون اومدیم و تا آخرین قطره خونهای این ولایت هست. اینا الان همه سرباز وطن هستن. هم مردمی که اینجا هستن، خانمایی هستن که از 9 صبح اینجا هستن، کفنپوش هستن. اینا همه سرباز وطن هستن. ما پای انقلاب و نظام هستیم و همیشه حضور پیدا خواهیم کرد. ندارد بهره‌ای از زندگی خونی که جاری نیست. با خیزی باید بغض را در زخم حل کردن. در میان انبوه تهدیدها هم نمی هراسند. تهران گفته بی قید و شرط تسلیم بشیم. غلط کرده. همیشه خود حضرت آقا میگفت غلط کرد. قطع به یقین اینو بدونه که همه ما تا زمانی که خون تو رگمون هست پای انقلابمون و پای کشورمون هست. شیهاد من نزله اصلا که ما ملت امام حسینیم از زیر بار زور و ستم نمیریم. همیشه این حرفو میزنه. اون سری هم همین گفت. بعد چرا چشمش اومد خودش التماس کرد؟ تمام به نظر من یه دیوانه است. عقل درست حسابی نداره. هیچ وقت تسلیم نمیشه. وقتی زده خون رهبر رو ریخته دیگه بدونه که تا هر وقت که لازم باشه قراره بیاد. تهران غلط کرده با تمام اجانبش. والله ان قطعت یمینی انی اهامی ابدا عن دینی. هر کدامشان نام یک شهید را به میدان آوردند. اینجا بازار دوم نازی آباد، هر کدام
به نیابت از یک شهید آمدم. من به نیابت از شهید بروجردی داخل این مراسم شرکت کردم. حاج خانم به نیابت از کدوم شهید توی این مراسم حاضر شدی؟ سرمو محمد یعقوبی. و همچنان پای کار هستند تا روز پیروزی. این نهضت تا کی ادامه داره؟ ان شاءالله تا سقوط اسرائیل و آمریکا. چه صحبتی داری با نیروهای مسلحی که پای کار وایسادن هیمنه دشمن شکست؟ نوکرشون هستیم، خاک پاشون هستیم، بچه‌م فداشون ان شاء الله. ما از نیروهای مسلح تشکر می‌کنیم و تا آخرین قطره خون پشتشون هستیم. حسین ابن علی پیرو. البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ منطقه‌ای خواهد. ما شروع کننده نیستیم، ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی بود خواهد. مرتبا میگه رئیس جمهور که ارتش ما قوی‌ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه. چهل و 7 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. بنده میگم تو هم نخواهی توانست این کار رو بکنی. از همراهی شما با این بخش خبری بی‌نهایت سپاسگزارم، اما همچنان با شبکه خبر همراه باشید.